سلام بر شما دوستان. درس‌های زبان انگلیسی را ادامه می‌دهیم. چنانکه که در درس‌های گذشته گفته بودیم، در زبان انگلیسی 26 حرف و 44 آوا برای تلفظ کلمه‌ها وجود دارد. یعنی حرف‌ها تنها کافی نیستند برای تلفظ کلمه‌ها در زبان انگلیسی. برای همین هم علامت‌های مخصوص در زبان انگلیسی استفاده می شود که این آواها را افاده می کنند. این علامت‌های مخصوص قسماً هم 26 حرف الفبای زبان انگلیسی هستند، اما در پهلوی آنها علامت‌های مخصوص هم افزوده شدند که برای تلفظ آواها در کلمه‌های انگلیسی استفاده می شوند. این علامت‌های مخصوص را برای افاده آواها در کلمه‌های زبان انگلیسی به زبان انگلیسی ترانسکریپشن و به زبان روسی ترانسکریپسیا میگویند و در فارسی یا تاجیکی ما آن را علامت آوانگاری میگویند و در کل این موضوع را آوانگاری گفتند. و به همین دلیل هست که اگر شما توجه کرده باشید در لغتنامه‌های زبان انگلیسی در پهلوی این که طرز نوشت کلمه‌ها آورده شده است، در پهلویش طرز تلفظ آنها با همین علامت‌های آوانگاری آورده شده است. و به همین دلیل هم در درس‌های گذشته گفته بودیم که مثلا در زبان انگلیسی یک حرف میتواند چند صدا را یا چند آوا را افاده کند. و حالا شروع میکنیم از حرف C در زبان انگلیسی که چند آوا را افاده میکند در کلمه های زبان انگلیسی. و حالا در مثال حرف C میبینیم که چگونه یک حرف چند صدا را افاده میکند و در آوانگاری چگونه این چند صدا را افاده کردن آن بیان میشود. حرف C دو صدا را یعنی صدای که و صدای سه را افاده می کند. در این مثال ها ما آورده ایم که چگونه حرف C برای افاده آواز که استفاده می شود. حرف C پیش از هم صداها صدا یا آوای که می شود. مثلا اینجا اگر ببینید C L A S S شده است کلاس یعنی صنف و در اینجا میبینید کلمه کریم را که نیز در این کلمه حرف سی برای افاده آواز که استفاده شده است که معنایش قیماق و سر شیر است. و من برای آسان شدن کار اینجا حرفای سی را در همه این مثال ها با رنگی فیروزه‌ای افاده کردم و صدایی را که آن افاده میکند یعنی صدایی که با رنگی زرد افاده شده است. و در اینجا شما آوانگاری این کلمه ها را میبینید که کلاس و کریم و حرف سی پیش از حرف های صدانا که A, O و یو نیز صدای چی را افاده میکند؟ صدای که. و تلفظ را اینجا میبینیم. کات که میشود چی؟ گربه. کپ که میشود کلاه. کاتن معنایش پنبه یا پخته است. من پخته رو عکسش رو نگذاشتم اینجا چون شما بسیارتون آشنا هستین با اون. کولد که معنایش سردی است یا خنکی. کات که معنایش بریدن است. اینجا قیچی رو گذاشتم برایتون. و کلمه کپ که معنایش فنجان یا پیاله است. در همه این کلمه ها همون گونه که میبینید حرف سی برای افاده آوای که استفاده شده است. در همه این کلمه ها شما این آوا را میبینید که با رنگ زرد افاده شده است و همون گونه که گفتم این آوانگاری همین کلمه ها است. ببینید تفاوت این کلمه ها رو با آوانگاریشون ببینید. نوشتش اینطور است اما آوانگاریش یا ترانسکریپشنش یا ترانسکریپسیش به این شکل است.
و در کلمه های بالا هم عین حالت را شما مشاهده کردید. خوب، حالا دوستان با اینکه حرف سی پیش از صداناک های ای، آی و وای صدای اس را ifade میکند آشنا میشویم. در این کلمه ها پیش از حرف ای حرف سی صدای سه یا آوای سه را ifade کرده است و در این کلمه ها حرف سی با رنگ فیروزه‌ای و صدایی که ifade میکند با رنگ زرد ifade شده است. و اینجا میبینید کلمه رایس و این نوشتش و این تلفظش رایس و معنایش برنج است. کلمه آیس نوشتش و تلفظش آیس یخ. کلمه مایس که اینجا میبینید موش معنایش هست و سنت که معنایش همون سنت $1 است. پیش از حرف آی نیز حرف سی در کلمه ها آوای چی را ifade میکند؟ سه را ifade میکند. اینجا ببینید پنسل نوشتش است و پنسل تلفظش که معنایش قلم می شود و در اینجا نوشتی کلمه سیتی و اینجا تلفظش که حرف سی باز هم سه را ifade کرده است، معنایش شهر است. سینما اینطور نوشته می شود و اینطور تلفظ می شود، معنایش سینما. سیگرت نوشتش این و تلفظش این که می شود سیگارت. همان گونه که در همه این کلمه ها دیدید تلفظشان به شکل آوانگاری یا ترانسکریپسیا نوشته می شود. و پیش از حرف وای نیز حرف سی آوای سه را ifade می کند. در همه این کلمه ها حرف سی با رنگ سبز آمده است و آوای سه که ifade می کنند با رنگ زرد آمده است. سایکل دوره، سیلیندر یا استوانه، سایبر سایبری. سایبری یعنی دخالت های اینترنتی یا هجوم های اینترنتی. خب همان گونه که میبینید حرف سی در این کلمه ها آواهای که و سه را ifade کرد و گفتنی هستم که در زبان انگلیسی بسیاری از حرف ها هستند که چند گونه تلفظ می شود، چی هم صداها و چی صداناک ها. ما در درس‌های بعدی در این باره باز برایتان توضیحات بیشتری ارائه خواهیم کرد، اما فعلا از شما خواهش میکنم که هر وقتی که به لغتنامه های زبان انگلیسی مراجعه میکنید لطفاً کلمه ها را هم در شکل نوشت و هم در شکل آوانگاریشان برایتان یادداشت بگیرید تا اینکه آموختنتان آسان بشود و تلفظ آنها در پهلوی نوشتشان در یاد شما بماند، چرا که این موضوع خیلی مهم است.